سلام دوست عزیزم، خوبی؟ امیدوارم که حال دلت خوب باشه. همونطور که میدونی یادگیری یکی از فعالیت‌هاییه که ما از بدو تولد داریم با اون دست و پنجه نرم می‌کنیم و هممون هم اینو میدونیم که انتخاب یه مسیر درست چقدر میتونه راه ما رو در رسیدن به موفقیت هموار بکنه. متاسفانه تعداد زیادی از هموطنانمون رو سالانه به دلیل تصادفات رانندگی از دست میدیم. شاید یکی از دلایل اونا نداشتن آموزش صحیح باشه. ویکتور هوگو شاعر معروف فرانسوی میگه کسی که درب یک مدرسه رو باز کنه مسلماً درب یک زندان رو بسته. لذا من محمد ایکتر و همراه تیم پرتلاش ایگر درایور اینجا دور هم جمع شدیم تا پذیرای اعتماد شما باشیم. مطمئن باشین که بهترین روش ها رو به شما آموزش خواهیم داد و نکته مهم اینه که تا رسیدن به موفقیت کنار شما میمونیم. صادقانه پذیرای اعتماد شما هستیم. در خدمتتون هستم. وقت بخیر مجدد دوست من. ممکنه در رابطه با راه اندازی خودرو مربیان و اساتید شما کدهای مختلفی رو به شما آموزش داده باشن، اما من این رو با این کد به شما آموزش میدم: صادرات. منظور ما از صادرات چیه؟ صادش به معنای صندلی رو تنظیم کردن. صندلی چند قسمت داره؟ 2 قسمت، نشیمنگاه و تکیهگاه. حالا نحوه صحیح تنظیم کردن اینا به چه صورته؟ موقعی که میخوایم نشیمنگاه خودمون رو تنظیم بکنیم، همونطور که میدونید هر دو به وسیله اهرم‌های قابل تنظیم هستن. اهرم نشیمنگاه میبایستی دست راستتون رو از کنار پای راستتون هدایت بکنید و ببرید به سمت این اهرم. چجوری؟ روی یک ریل به صورت جلو و عقب جابجا میشه. کجا درسته؟ اونجایی که پای شما روی پدال کلاج مثل شرایط الان من یک زاویه 90 درجه رو درست کرده باشه که بتونیم به راحتی اهرم رو فشار بدیم و بتونیم پدال کلاج خودمون رو کنترل بکنیم. بعد از اون میرسه به تنظیم تکیهگاه. تکیهگاه به این صورته که یک دستگیره در سمت چپ شما داره که با دست موافق شما قابل تنظیمه. روی یک مسیر مشخص عقب و جلو میشه. حالا که این تکیهگاه ما تنظیمه وقتی که شما دست راستتون رو دراز بکنید روی فرمان و مچ شما به فرمان برسه، تکیهگاه شما تنظیمه. به این صورت الان این صندلی هم نشیمنگاه و هم تکیهگاهش برای من تنظیمه و من آمادگی شروع به حرکت رو باهاش دارم. مرحله بعدی تنظیممون آینه رو تنظیم کردن، یعنی آ صادرات به معنای آینه ها رو تنظیم کردن. موقعی که میخواین شما آینه ها رو تنظیم کنیم 3 آینه قابل تنظیم برای شما وجود داره: جفت آینه های بغل و این آینه وسط. موقعی که میخواین تنظیم کنین این آینه فقط به این صورت 4 انگشت بالا، انگشت 60 پایین قابل تنظیمه. استاپ ترمز عقب، چراغ ترمز عقب که باهاش آشنایی دارید میبایستی این وسط پایین قرار گرفته باشه. 4 انگشت بالا، انگشت 60 پایین تنظیم میکنید، استاپ ترمز رو این وسط پایین قرار میدید و آینه وسط رو تنظیم میکنید. در رابطه با جفت آینه های بغل میبایستی میدان دید خوبی نسبت به کناره های خودرو خودت داشته باشی. منظور از میدان دید خوب نسبت به کناره های خودرو چیه؟ یعنی نه بیش از اندازه بیرون تنظیمش کرده باشی، نه بیش از اندازه داخل خودرو، نه بیش از اندازه بالا رو ببینید و نه بیش از اندازه پایین رو. بهتره که جفت دستگیره های در جفت آینه ها قابل رؤیت باشن. این تنظیم صحیح هر 3 آینه. مرحله بعدی دنده خلاص. دال صادرات میشه دنده خلاص. دنده به چه صورت خلاصه؟ فقط چپ و راست، چپ و راست. محور دایره شکل غلطه، فقط به صورت چپ و راست. دنده خلاص. مرحله بعدی ری صادرات به معنای روشن کردن اتومبیل. روشن کردن اتومبیل. سویچ چند حالت داره؟ سویچ بچه‌ها 4 حالت داره. حالت لاک، ACC، آن و استارت. حالت اول حالت لاک، سویچ داخل یا خارج میشه. مرحله بعدی ACC، ضبط و ساعت قابل استفاده است. برق اولیه وارد خودرو شد. مرحله بعدی آن به معنای روشن شدن مدارات الکتریکی خودرو. برق پشت آمپر قرار گرفته. و در مرحله آخر استارت. فقط یه نکته داره: موقعی که میخواین استارت بگیرین، موقعی که میخواین استارت بزنید بهتره که کلاج خودتون رو بگیرید. باعث میشه که ماشین راحت‌تر روشن بشه و ماشین هایی هم که فرسوده هستن باعث میشه که فشار کمتری به باتری اونا بیاد. به این حالت
استارت رو نهایتاً 2 الی 3 ثانیه نگه می‌دارید. مرحله بعدی آمادگی برای شروع حرکت. آمادگی برای شروع حرکت شامل 3 قسمته: 1 بستن کمربند ایمنی، 2 قرار دادن دنده و مرحله سوم راهنما. بستن کمربند ایمنی به چه صورته؟ به این صورت که دست مخالف شما نسبت به کمربند سیک کمربند رو به سمت بالا هدایت میکنه، به سمت جلو میکشه، اون یکی دست از بالا به این صورت توی 2 حرکت کمربند ایمنی شما بسته میشه. بعد از کمربند قرار دادن دنده در حالتهای مختلفه. ما کلاً برای دنده هامون 7 حالت داریم و 6 دنده: دنده 1 2 3 4 5 دنده ریورس معکوس یا عقب و حالت وسط که حالت خلاص. موقعی که میخوایم برای شروع به حرکت ما فقط میتونیم ماشین رو در 2 حالت دنده قرار بدیم: 1 دنده 1 و 2 دنده عقب. دنده 1 به چه صورته؟ به سمت چپ بالا دنده 1 و دنده عقب به چه صورته؟ به سمت راست پایین دنده عقب. مرحله آخر هم زدن راهنماست. شما موقعی که انتخاب کردی به سمت جلو یا عقب میخوای حرکت بکنی، راهنمای چپ یا راست میزنی و ماشین خودت رو به حرکت در میاری. جلو راهنمای چپ اهرم رو به سمت پایین میارید و عقب راهنمای راست و اهرم رو به سمت بالا هدایت میکنید. وسط هم که راهنما خاموشه. به این صورت. مرحله آخر طی صادرات به معنای ترمز دستی. اسم دیگه ترمز دستی ترمز ثانوی است و عملکردش به این صورت: 4 انگشت رو اینجا سوار میکنید، انگشتش از روی دکمه قرار میگیره، به سمت بالا ابتدا دکمه آزاد میشه و بعد به سمت پایین. حرکتش به این صورته که ابتدا دکمه رو که فشار دادی به سمت بالا دست و بعد به سمت پایین. وقت بخیر مجدد دوست من، امیدوارم که حالت خوب باشه. در رابطه با نحوه صحیح شروع به حرکت که یکی از سخت‌ترین کارها برای هنرجوهاست، چجوری باید ماشین رو به حرکت در بیارم؟ شاید اصلی ترین و حساس ترین قسمت کار ما. خب برای این قسمت بعد از اینکه صادرات رو انجام دادید، همونطور که داخل پست قبل صادرات رو کامل توضیح دادیم، بعد از اینکه صادرات رو انجام دادید میبایست شروع به حرکت رو انجام بدید. حالا ما با هم انجام میدیم. سویچ رو به صورت مرحله‌ای میچرخونیم: گرفتن پدال کلاچ، استارت، بستن کمربند ایمنی. خب میخوایم شروع به حرکت بکنیم. قرار دادن دنده در حالت دنده 1، زدن راهنما و پایین آوردن ترمز دستی. الان ماشین ما آماده شروع به حرکته. خب چجوری شروع به حرکت بکنم؟ ببینید شما میبایست بین پدال گاز و کلاژ یک رابطه دوستانه برقرار بکنید تا بتونید برای اولین بار ماشین رو به حرکت در بیارید. از بعد از این قضیه که ماشین شروع به حرکت افتاد، پدال گاز و کلاژ عملکردشون معکوس هم دیگه میشه. یعنی شما دیگه حق ندارید این دوتا رو به صورت همزمان استفاده کنید. پس این نکته خیلی حائز اهمیته که ما بدونیم فقط موقع شروع به حرکت پدال گاز و کلاژ با هم دیگه همکاری میکنن. حالا به چه صورت همکاری میکنن؟ ببینید بچه‌ها، ما یه دور موتور داریم. برای شروع حرکت ما احتیاج به یه انرژی داریم که به ماشین انتقال بدیم. برای همین ابتدا با پدال گاز که بهتون گفتم پدال گاز و ترمز پدال هایی هستن که بسیار آروم و یک نواخت بعد از اونها استفاده بشه. دور موتور خودمون رو تا روی 2 بالا میاریم و اون رو نگه میداریم. مرحله بعدی اینه که ما میبایست بدونیم هر ماشین یک آستانه حرکت داره. کلاژ هر ماشین یک آستانه حرکت داره. پس به چه صورته؟ پامون رو آروم آروم بعد از اینکه روی دور موتور 2 گاز دادیم به آرامی بالا میاریم تا نصفه های کار، تا آستانه حرکت ماشین رو پیدا بکنیم. وقتی که آستانه حرکت ماشین رو پیدا کردیم، ماشین به این صورت شروع به حرکت میکنه. ما حق نداریم پامون رو از اون آستانه حرکت برداریم. با شمارش معکوس 4 ثانیه صبر میکنیم. 4 3 2 1. وقتی که ماشین شما توی خط صاف قرار گرفت، اون موقع دیگه میتونید پدال کلاژ خودتون رو به صورت آروم و کامل بالا بیارید. ممنون از همراهیتون.
وقت بخیر مجدد دوست من، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب نحوه صحیح شروع به حرکت رو با هم کار کردیم و همینطور توقف 30 درجه یا خروج از پارک. مرحله بعدی ما میشه تعویض دنده. به چه صورت باید تعویض دنده انجام بدیم؟ ابتدا که شروع به حرکتمون رو انجام میدیم، ماشین رو در حالت دنده 1 قرار میدیم، راهنمای چپمون رو میزنیم، ترمز دستی رو پایین میاریم و آماده شروع به حرکت میشیم. مرحله بعدی عرض کردم خدمتتون که میشه ایست 30 درجه یا خروج از پارک. مقداری فرمون خودتون رو به اندازه 1 دور میچرخونید، توی زاویه 30 درجه قرار میگیرید، ایست کامل میکنید، سر رو به سمت نقطه کور برمیگردونید، بررسی میکنید و بعد شروع به حرکت میکنید. خب طبق گفته کتاب شما، موقعی که دور موتور شما به 2 رسید میبایست دنده خودتون رو از دنده 1 به 2 افزایش بدید. به چه صورت؟ اینجوری که مقداری گاز میدید، پا رو کامل از روی پدال گاز بر میدارید، پدال کلاژ رو تا انتها فشار میدید، دنده رو از 1 به 2 انتقال میدید، کامل پا رو از روی پدال کلاژ بر میدارید و بعد از اون گاز میدید. یه نکته خیلی حائز اهمیت داره، اینه که شما بدونید این دوتا پدال به هیچ عنوان موقعی که ماشین شما راه افتاد دیگه نباید با هم برخورد بکنن و عملکردشون کاملا عکس هم دیگه است. در خدمتتون هستم. سلام دوست عزیزم، خوبی؟ امیدوارم که حالت خوب باشه. آموزش این هفتمون خروج از پارکه. ممنونت میشم که با نگاه‌های زیباتون ما رو حمایت بکنید و در صورت تمایل پست ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. ممنونتون میشم. خروج از پارک چند تا نکته حائز اهمیت داره. اینه که شما باید بدونید حق تقدم عبور با شما نیست و اجازه بدید ماشینای دیگه برن و بعد از اینکه اونا رفتن شما شروع به حرکت کنید. مرحله بعدی نحوه صحیح گرفتن فرمانشه. شما فقط اجازه دارید فرمان رو به صورت 9 و 3 یا 10 و 2 بگیرید. علت چیه؟ به فرض مثال تصور کنید من فرمان رو از داخل گرفتم. اگر با جایی برخورد کردم، موقعی که ایربگ ها باز میشن، اولین عضوی از بدن من که به من آسیب میزنه همین دستانمه که با صورتم برخورد میکنه. لذا گرفتن فرمان به صورت صحیح هم بسیار حائز اهمیته. مرحله بعدی اینه که شما تسلط خودتون رو روی پدال کلاژ اینجا باید نشون بدید. شما حق ندارید به صورت یهویی شروع به حرکت بکنید و اصطلاحاً ماشین از دست شما فرار بکنه. کنترل پدال کلاژ و استفاده از گاز مناسب در اینجا بسیار حائز اهمیته. در خدمتتون هستم. قسمت بعدی آموزش ما خروج از پارک یا ایست 30 درجه است. علت نامگذاریش چیه؟ اینه که شما میبایست توی زاویه 30 درجه قرار بگیرید، ترافیک خطوط دیگر رو کنترل کنید و بعد از اون اجازه دارید که با کنترل ترافیک موجود خط خودتون رو تغییر بدید و شروع به حرکت بکنید. برای این کار چیکار باید انجام بدیم؟ ابتدا کلاژمون رو گرفته ماشین رو در حالت دنده 1 قرار میدیم. بعد از اون راهنمای چپ خودمون رو میزنیم، ترمز دستی رو پایین میاریم و آماده حرکت میشیم. بهتره که برای اینکه فضا رو از دست ندید یه مقداری فرمون خودتون رو در حد 1 دور کافیه میتونید بچرخونید و ماشین رو شروع به حرکت بدین که فضا رو هم از دست نداده باشید. خودتون رو توی زاویه 30 درجه قرار بدید، سر رو برگردونید، نقطه کور رو بررسی بکنید و بعد شروع به حرکت بکنید. وقت بخیر مجدد دوست من، امیدوارم که حالت خوب باشه. ویدیو امروزمون در رابطه با نحوه صحیح کاهش دنده. ما در رابطه با افزایش دنده صحبت کردیم. هدف از افزایش دنده افزایش سرعت بود و الان هدف از کاهش دنده کاهش سرعت. میبایست چیکار کنیم؟ برخلاف افزایش دنده که قبل از این که هر کاری بکنیم شما میبایست یه مقداری دور موتور خودتون رو میبردیم بالا، اینجا شرایط متفاوته. موقعی که میخواین دنده رو کم کنید ابتدا باید دور موتور خودتون رو یه مقداری کم بکنید. چطوری؟ به وسیله گرفتن پدال ترمز یه مقدار سرعت رو میاری پایین، بعد کلاژت رو تا انتها میگیری، دنده رو از 3 به 2 یا از 2 به 1 کاهش میدید، کلاژ رو به آرامی بالا میارید و بعد توقف میکنید. نکتهش اینه که شما به هیچ عنوان نمیتونید با دنده 3 4 5 توقف بکنید. در روز آزمون شما فقط توقف با دنده های 1 و 2 مجازه. لذا میبایست اگر دنده شما 3 بود
یه دنده کم بکنید و با دنده 2 توقف بکنید. خب تصور کنید که با دنده 3 در حال حرکت هستید و قصد کاستن سرعت رو دارید. یه نکته ای رو بدونید، برای رفتن به دنده 3 حتما میبایست در روز آزمون از افسر اجازه بگیرید، چون حد اکثر سرعت در خیابان‌های محلی 30 تاه، ولی دنده 3 حد توانش از 40 به بالاه، لذا ممنوعه برای استفاده کردن. تصور کنید با دنده 3 در حال حرکت هستید. موقعی که میخواید توقف کنید، راهنمای خودتون رو میزنید، توی آینه نگاه میکنید، پاتون رو از روی پدال گاز برمیدارید، کلاژ رو میگیرید، دنده رو از 3 به 2 میرید، پا رو آروم بالا میارید، باعث میشه که این انرژی ماشین گرفته بشه و بعد به آرامی کنار میایین، مجددا کلاژ و توقف. بسیار حائز اهمیته که بعد از اینکه شما دندتون رو کم کردین، حتما پاتون رو از روی پدال کلاژ بالا بیارید تا اصطلاحاً این دنده معکوس اعمال بشه. هدف اینه که سرعت کم بشه. به چه جوری میشه این کار رو انجام داد؟ ببینید، خدای نکرده اگر ترمز شما برید، شما به وسیله همین دنده معکوس میتونید سرعت رو کم بکنید و ماشین خودتون رو متوقف بکنید. ممنون از همراهیتون. خب وقت بخیر مجدد دوست عزیزم. در رابطه با نحوه صحیح توقف کردن به این صورته که هر وقت افسر مربوطه به شما دستور داد که توقف بکنید، ابتدا با شنیدن فرمان افسر راهنمای راست خودتون رو میزنید، سپس آینه سمت راست رو بررسی میکنید، سرعت رو کم میکنید و تغییر لاین میدید و به سمت لاین کندرو یا لاین سمت راست حرکت میکنید. بعد از اون پدال کلاژ خودتون رو میگیرید، به صورت 45 سانت توقف کامل میکنید. به این صورت سپاسگزارم. رسیدیم به مبحث توقف. خب حالا بریم که این توقف رو با هم اجرا بکنیم. برای اجرا کردن توقف، موقعی که افسر به شما فرمان داد و شما فرمان افسر رو شنیدید، راهنمای راست خودتون رو میزنید، توی آینه نگاه میکنید، به سمت راست متمایل میشید و تغییر لاین میدید. به آرامی میایین به سمت جدول، با استفاده از شاخص‌هایی که به شما آموزش داده شده توقف 45 سانت میکنید. بچه‌ها بعد از اینکه توقف کردید، بعد دنده خودتون رو خلاص کنید و بعد از اون ترمز دستی رو بالا بکشید. یه عادت اشتباهی که هست، موقعی که میخوان توقف بکنن، قبل از اینکه میخوان توقف بکنن دنده رو خلاص میکنن. این برای روز آزمون شما غیر قابل قبوله. چرا؟ چون شما وقتی که برای تنظیم کردن ماشینتون واسه صاف نگه داشتن و صاف پارک کردن ماشینتون باید استفاده کنید رو دارید صرف دنده میکنید و این یک حرکت اشتباهه. ممنون از همراهیتون. سلام دوست عزیزم، خوبی؟ امیدوارم حالت خوب باشه. میدونی چند حالت برای گرفتن ترمز وجود داره؟ توی این پست با من همراه باش تا با همین 2 حالت رو بررسی کنیم. وقت بخیر مجدد دوست من. قرار شده بود که در رابطه با ترمزها با هم صحبت بکنیم. ما گفتیم که 2 حالت گرفتن ترمز داریم. خب بعضی وقتها هست بچه‌ها ما به یه تقاطع میرسیم، بعضی وقتها هست به یک سرعتگیر میرسیم، یا یه عابر پیاده داره جلومون از خیابون رد میشه. اون موقع که میخوایم ترمز بگیریم، قصد این رو نداریم که ماشینمون ایست کامل بکنه، لذا به وسیله پدال ترمز که بسیار آروم فشار میدیم، سرعت خودمون رو کم میکنیم. به این صورت اگر هم سرعتمون بالا نبود، هولوش رنج 20 کیلومتر بر ساعت بود، کلاژمون رو میگیریم و بعد ترمز رو میگیریم و کامل توقف میکنیم. به این صورت. و اما یه وقتایی هم هست سرعت شما خیلی بالاه. ما با هم در رابطه با کلاژ صحبت کردیم، وقتی که سرعت شما خیلی بالا باشه، شما نمیتونی ابتدا پدال کلاژ خودت رو بگیری. پس میبایست چیکار بکنیم؟ وقتی قصد توقف دارید، ابتدا با گرفتن نیش ترمز سرعت خودتون رو پایین بیارین، بعدش کلاژ رو تا انتها بگیرید و بعد ایست کامل.
خب دیدی شروع به حرکت و توقف و دیدی پایان حرکت و دیدی، فکر کنم تازه داره یکم از خودت خوشت میاد. خب لذت رانندگی همینه، اعتماد به نفس به دست آوردی توی این قسمت. اگر این ستا رو خوب انجام داده باشی، باید یه سری جرقه ها داخلت به وجود اومده باشه، باید یه سری انرژی های مثبت بهت انتقال پیدا کرده باشه، چون تازه داری بحث رانندگی رو یاد میگیری، تازه داری تبدیل به یه راننده میشی. قسمت بعدی آموزش که بعد از این 3 تا فاکتور آموزش میدن و من از مربیان عزیزم خواهش میکنم تا این قسمت رو خوب آموزش ندادن از روش رد نشن. قسمت بعدی ما میشه توقف 45 سانت. حالا تو توقف کردن رو یاد گرفتی، اما یه توقفی داریم که میبایست 45 سانت تا جدول فاصله داشته باشه. فلسفه این توقف 45 سانت چیه؟ میگن در باید تا نصفه باز بشه و اون شخص بتونه از ماشین، اون شخصی که کنار شما نشسته، افسر یا هر کس دیگه، بتونه به راحتی از خودرو پیاده بشه. اگر نمیدونی 45 سانت چقدره، همین در ماشینت که تا نصفه یه زاویه تقریبا تندی رو درست میکنه بتونه باز بشه، این یعنی شما 45 سانت پارک کردی. بعد از اون یه سری شاخص ها هم داخل این 45 سانت اهمیت داره. شما باید یاد بگیری شاخص گیری بکنی. توی این قسمت، توی این شاخص گیری پارک 45 سانت با من همراه باش. میدونستی تازه میانگین قدی آدما هم توی این توقف 45 سانت متفاوته. چند تا شاخص بهتون یاد میدم، توی این قسمت خیلی بهتون کمک میکنه. اگر بتونید یه توقف شکیل داشته باشین، خیلی کارتو خوب پیش میبره. بریم قسمت پارک 45 سانت رو ببین و بیا. خب و اما توقف 45 سانت. برای توقف 45 سانت همون جور که میبینید باید اول شاخص گیری بکنیم. بعد اول مشخص بکنیم که شاخص شما کدوم یکی از ایناست. با توقف کردن خوب، باز کردن در مشخص بشه که 45 سانتیم و بعدش میایم انتخاب میکنیم که کدوم یکی از این شاخصهای روی برف واکن شاخص ماست. اون موقع است که راهنمای راست خودمون رو میزنیم، به سمت جدول حرکت میکنیم و شاخص خودمون رو روی لبه بیرونی جدول قرار میدیم. چند ثانیه‌ای روی همین لبه بیرونی حرکت میکنیم و در نهایت توقف آخر رو میزنیم و ماشین رو متوقف میکنیم. سلام دوست عزیزم، خوبی؟ امیدوارم که حال دلت خوب باشه. من محمد ایکتر، مدرس دوره‌های آموزش رانندگی، اینجا در خدمتتون هستم تا یه آموزش جدید رو با شما داشته باشم. امروز آموزشمون آموزش دور یک فرمونه. ممنونت میشم که پست ما رو ذخیره کنی، با اون دسته از دوستانی که بهش احتیاج دارن به اشتراک بذاری. اگر لایک کنی و نظراتت رو هم به ما بگی که چه بهتر. در خدمتتون هست. خب بریم در رابطه با نکات دور یک فرمون با هم صحبت کنیم. دور یک فرمون خودتون میدونید که 15 متری تقاطع‌ها و کوچه ها ممنوعه. مورد بعدی 150 متری پل و تونل هم ممنوعه. در رابطه با دور یک فرمون این نکته هم حائز اهمیته که بدونید در خیابان‌های یک طرفه هم دور یک فرمان ممنوعه. خیابان حداقل باید 16 متر باشه تا شما بتونید دور یک فرمان رو داخلش پیاده بکنید. مهمترین نکته برای روز آزمون شما، در دور یک فرمان شما میبایست 45 سانت پارک کرده باشید. یعنی ما دور ضمن حرکت نداریم. پس راهنمای اول دور یک فرمان چیه؟ راهنمای راست. میایین سمت راست، توقف 45 سانت میزنید و آماده میشید برای دور یک فرمان. به چه صورت؟ من دور یک فرمان رو توی 3 مرحله ابتدایی به بچه‌ها میگم. مرحله 1 دنده 1، مرحله 2 راهنمای چپ، مرحله 3 با توجه به علامت بوق 360 درجه در حد 1 دور فرمان خودتون رو بچرخونید و در مرحله 4 ماشین خودتون رو در زاویه 30 درجه یا همون خروج از پارک مفصل در رابطه باهاش صحبت کردیم قرار بدید. سر خودتون رو برگردونید، نقطه کور رو بررسی کنید. الان دیگه خط خودتون رو بررسی کردید، نوبت به خط بعدی میرسه. میبایست چیکار کنیم؟ همین که شما حرکت کردید فرمون رو کامل قفل میکنید و وسط خیابون قرار میگیرید. سمت راست خیابون رو کنترل میکنید. ایست 30 درجه برای مسیر خودتون بود. الان بعد مسیر اون سمت رو کنترل کنید و بعد حرکت میکنید مجددا. این صاف کردن فرمان هم زمان بندیش بسیار حائز اهمیته.
به این صورت کنترل پدال ها بسیار حائز اهمیت در دوره یک فرمان. ممنون از همراهی شما. خب دوره یه فرمون رو بررسی کردیم. به نظرتون درس بعدی چیه؟ دوره 2 فرمون؟ نه، لازمه یادگیری دوره 2 فرمون دنده عقب 45 سانت. شما اول باید درس دنده عقب رو یاد گرفته باشین. دنده عقب به 2 صورته، یکی با استفاده از شاخص دنده عقب و دیگری با استفاده از آینه. هر دو مدل رو ما بررسی کردیم. یه لحظه نگاه کنید بیایید تا بعدش بریم سر درس دوره 2 فرمون. سلام دوست عزیزم، امیدوارم که حال دلت خیلی خوب باشه. امروز آموزشمون آموزش دنده عقبه. در رابطه با دنده عقب خیلی نکات هست که شما باید بهشون توجه بکنید. یکی از مهمترین نکات در دنده عقب اینه که شما میبایست ابتدا پارکتون رو به صورت 45 سانت انجام داده باشید. علت این کار چیه؟ چون اسم این دنده عقب 45 سانته. لذا پارک کردن به صورت صاف و 45 سانت خیلی به شما کمک خواهد کرد. مرحله بعدی اینه که پدال کلاژ رو تا انتها گرفته دست خودتون رو به سمت دنده ببرید، سمت راست پایین، ماشین رو در حالت دنده عقب قرار بدید. مرحله بعدی زدن راهنمای راست برای دنده عقبه. مرحله بعدی حالت یا گارد دنده عقبه. به چه صورت؟ دست چپ شما روی ساعت 12 فرمان و دست راست شما پشت صندلی شاگرد قرار میگیره و بدن شما به سمت عقب به صورت کامل چرخش پیدا میکنه به این صورت. و اما نکات دیگری که در دنده عقب میبایست حتما رعایت کنید اینه که بایستی بدونید دنده عقب احتیاج به سرعت نداره و یه حرکت تقریبا لاک پشتیه. دقت در دنده عقب بسیار حائز اهمیته. حتی میتونید دنده عقبتون رو بدون گاز و فقط با حالت نیم کلاچ حرکت بکنید. و نکته دیگه فرمان در دنده عقبه. جهت فرمان با پشت ماشین شما کاملا همسو و هماهنگه. به چه صورت؟ شما تصمیم دارید که پشت ماشین خودتون رو به سمت جدول بیارید، لذا فرمان رو هم به همون سمت میبرید. و اگر تصمیم داشتید که ماشین خودتون رو از جدول دور کنید و به سمت چپ برین، فرمان رو هم به سمت چپ میبرید. و اما به چه صورت دنده عقب بریم؟ راهنمای راست رو زدیم، دست چپ روی ساعت 12 و گرفتن حالت یا گارد دنده عقب. ما دنده عقبمون رو میتونیم با استفاده از استاپ ترمز بریم. چه جوری؟ پایه سمت راست پایین استاپ ترمز میبایست وسط جدول قرار گرفته باشه و بسیار آروم حرکت میکنید و شروع به تنظیم ترافیک میکنید و به سمت عقب حرکت میکنید. و اما مورد بعدی دنده عقب به وسیله آینه که زیاد فاکتور جذابی برای روز آزمون نمیتونه باشه، چون یکی از خطاهاییه که افسر و آزمون گیرنده میتونه از شما بگیره. اما به هر حال این دنده عقب رو هم باید بلد باشیم. به چه صورت؟ که میایم دنده رو در حالت دنده عقب قرار میدیم، راهنمای راست خودمون رو میزنیم، حالت دنده عقب میگیریم. آیا ما کاملا باید فقط توی آینه نگاه بکنیم؟ خیر، ما میبایست یه ارتباط مناسبی بین عقب نگاه کردن و توی آینه نگاه کردن برطرف بکنیم. تازه باید بیشتر نگاه ما به سمت عقب باشه و عقب رو بررسی کنیم و بعد به آرامی شروع به دنده عقب گرفتن بکنیم. یه فاصله معینی رو برای خودمون در نظر بگیریم که میدونیم اون فاصله 45 سانته و به آرامی به این صورت عقب میگیریم. خب درس بعدیمون دور 2 فرمون. یکی از مهمترین درسایی که ما داریم و یکی از مهمترین فاکتورهای آزمون. داخل بحث دور 2 فرمون هم این که این 2 تا خودرو رو، این 3 تا خودرو رو ما با هم متمایز بکنیم هست. گفتیم یه سمت کار خودرو تیبا و ساینا که عملکردشون تقریبا مثل همه، فرمان پذیریشون کمتره، طول بیشتری دارن، و یه طرف دیگه خودرو پراید که فرمان پذیری بهتری داره و طول کمتری هم داره. مسلماً یه سری جاها هست که اصلا با خودروی ساینا و تیبا نمیشه دور 2 فرمون زد، ولی اونجا خودروی پراید قابلیت اون دور 2 فرمون رو داره.
ما الان میخوایم با هم دور دو فرمونه هر دو مدل خودرو رو بررسی بکنیم و بیایم انشالله بریم سر مبحث اصلی درسیمون، سر مبحث دوبل. برید بیایید در خدمتتون هستیم. دور دو فرمون شباهت بسیار زیادی به دور یک فرمون داره. همونطور که داخل دور یک فرمون گفتیم توقف 45 سانت لازمه زدن دور یک فرمان. برای دور دو فرمان هم همینطوره و تمام ممنوعیات دور یک فرمان که کامل بهش اشاره کردیم هم دقیقاً اینجا صدق میکنه. مراحل ابتداییشون هم کاملا شبیه به همه، به این صورت که ترمز دستی رو که پایین آوردید کلاژ خودتون رو میگیرید، مرحله یک دنده یک، مرحله دو راهنمای چپ، مرحله 360 درجه فرمون خودتون رو میچرخونید و ایست 30 درجه رو انجام میدید. سر رو به صورت کامل توی نقطه کور برمیگردونید و بعد کامل میکنیم دور خودمون رو. یه نکته داره بچه‌ها، برخلاف دور یک فرمان ایست وسط نداره و تقریبا وسطش میشه آخر کار. بعد از اون به این مرحله که رسیدیم کلاش ترمز خودمون رو میگیریم. ماشین به هیچ عنوان از دست شما نباید فرار بکنه. الان بعد به چه صورت؟ بعد این سه مرحله رو معکوس کنیم. مرحله یک دنده یک بود، میشه دنده عقب. مرحله دو راهنمای راست. مرحله سه فرمون رو باید کامل به سمت راست برگردونید. اگر سرعت عمل بالایی دارید ابتدا حرکت کنید و بعد فرمون رو به سمت راست برگردونید. این باعث میشه که لاستیکاتون کمتر آسیب ببینه. اما اگر سرعت عمل بالایی ندارید تو روز آزمون بهتون توصیه میکنم که فرمون رو قبل از حرکت حداقل 80-90 درصدش رو به سمت راست برگردونید. به این صورت که فرمون رو به سمت راست برمیگردونید، گارد دنده عقب میگیرید و به آرامی عقب میایید. تا کجا عقب میایید؟ تا آسفالت پایین جدول یا آسفالت پایین دیوار رو ببینید. مجددا کلاش ترمز. مجددا سه مرحله بعد معکوس بشه. دنده عقب میشه دنده یک، راهنمای راست میشه راهنمای چپ و فرمون خودتون رو برمیگردونید و شروع به حرکت میکنید. ممنون از نگاه‌های زیبای شما. موفق باشید. خب همون سه مرحله، ابتدا دنده یک، راهنمای چپ، فرمون رو به اندازه یک دور میچرخونیم، خروج از پارک، سر کامل برمیگرده، نقطه کور بررسی میشه و بعد از اون حرکت میکنید و فرمون خودتون رو به صورت کامل قفل میکنید. تا جایی که جا دارید جلو میرید، دنده عقب، راهنما برمیگرده و گارد دنده عقب میگیرید و به آرامی عقب میایید. تا کجا عقب میایید؟ همونجور که داخل عکس میبینید تا از این زاویه آسفالت پایین جدول قابل رؤیت باشه. سه مرحله معکوس میشه. دنده یک، راهنمای چپ و فرمون به صورت کامل سمت چپ. خب وقت بخیر مجدد دوست عزیزم. بریم سراغ پارک ال. داخل پارک ال هم دوباره توقف 45 ثانیه بسیار بسیار حائز اهمیته. کاری که بعد انجام بدیم راهنمای راست، دست چپ رو ساعت 12 و حالت دنده عقب. به این حالت به آرامی عقب میایم تا اون شیئی که مانع ماست، مانعی که مانع کار ماست، توی این انتهاش رو داخل این گوشه لچکی خودمون ببینیم. سپس سریعا فرمان رو به سمت راست قفل میکنیم. باید همه جا رو داخل پارک ال کنترل بکنیم. همه جا رو کنترل میکنیم، به آرامی عقب میایم. موقعی که ماشین ما صاف شد و توی آینه دو تا خط موازی بین ماشین ما و جدول به وجود اومد، 1.5 دور با توجه به علامت بوق فرمون خودمون رو صاف میکنیم و فاصلمون با اون جدول یا اون دیوار مد نظرمون رو روی حالت 45 سانت قرار میدیم. به این ترتیب. ممنون از همراهی شما. خب آقا چشم، گفتین یه دوبل سریع بگو، اونم در خدمتتون هستیم. تا الان که همه چی رو در رابطه با دوبل با ماشین‌های سبک و سنگین، انواع ماشین‌های آموزش بهتون گفتیم.
این سری میخوایم یه روش دوبل بهتون بگیم که در صدام ثانیه انجامش بدی، کارتو راه بندازی. انقدرم به ما نگی این روشات کنده به کار ما نمیاد. چشم، یه روش تند برای دوبل میخوایم بهتون بگیم که سریعا بتونی ماشین خودت رو پارک بکنی. البته ببین ما بیس رو بچه‌های آموزشی پایه 3 گذاشتیم که یه مقداری حالا توی آشنایی با خودرو زیاد سرعت عمل بالایی ندارن، اما تویی که سرعت عمل بالایی داری و میخوای یه روش خیلی سریع برای دوبل خودت یاد بگیری، این بهترین روش برای شماست. بریم با هم دیگه بررسی کنیم و بیایم. خب وقت بخیر مجدد دوست عزیزم، امیدوارم که حالت خوب باشه. درخواست یه روش دوبل سریع کرده بودین به روی چشم. اینم همون روشی که مد نظرتونه. مثل سایر روش ها فاصله خودمون رو به صورت 45 سانت تنظیم میکنیم با استفاده از شاخصی که داریم. راهنمای راست، دست چپ روی ساعت 12 فروان، دنده عقب و حالت دنده عقب به این صورت. این روش برعکس تمام روش‌های قبلی که ما میگفتیم اجازه بدید نوار مشکی رنگ رد بشه، توی این روش نباید بذارید نوار مشکی رنگ رد بشه. همین که نوار مشکی به انتهای ماشین چراغ رسید، فرمون خودتون رو سمت راست قفل میکنید و به سمت عقب حرکت میکنید. دقت میکنید انتهای این ماشین همون چراغش به 1/3 پنجره شما که نزدیک شد، فرمون رو کامل به سمت چپ قفل میکنید و به آرامی عقب. خب خسته نباشید، خدا قوت میگم به بچه‌های پرتلاش ایگر درایور و همراهان همیشگی ایگر درایور که با نگاه‌های زیباشون همیشه ما رو حمایت میکنن. امیدوارم تا اینجای کار خسته‌تون نکرده باشیم و تونسته باشیم یه بار آموزشی رو به شما انتقال بدیم. به پایان فصل دوم رسیدیم. فصلی که میخواستیم شما رو در کمترین زمان ممکن برای آزمون هاتون آماده بکنیم. پک ایگر درایور کلی آپدیت های قشنگتر هم داره که توی فصل های بعدی به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار میگیره. امیدوارم تا اینجای کار تونسته باشیم یه حرکت مثبتی رو توی بحث آموزش کشور انجام داده باشیم. این همراهی و این دل مشغولی های شما نسبت به کار ما خیلی به ما انرژی میداد و باعث میشد که ما روز به روز تلاشمون رو به صورت روزافزون بیشتر بکنیم. ممنونم که تا اینجا با نگاه های زیبات به ما انرژی دادی. ممنونم که با کامنت های زیبات به ما انرژی برای انجام کار دادی. امیدوارم توی تمام مراحل زندگیتون موفق باشین و به تمام آرزوهای قشنگتون برسین. خب وقت بخیر مجدد بچه‌ها. داشتیم در رابطه با اون ویدیوی معروفی که گفتیم حرف آخر ما انشالله داخل پارک دوبله صحبت می‌کردیم. ما کلی روش با کلی مربی بهتون آموزش دادیم، هنوز هم هست، بازم براتون میذاریم. خالق دوبل خودت باش، یعنی میخوام یه روشی بهت یاد بدم، خودت بسازی، خودت درکش بکنی، خودت ازش استفاده بکنی یا قبول بشی. توی تمام ماشین ها هم جواب میده. بچه‌ها این حرف آخر ما انشالله داخل بحث پارک دوبله از یه مربی خیلی خوش انرژی خانم زمانی هم خواهش کردیم که انشالله بیاد کنارمون. بچه‌ها در رابطه با دوبل چند تا مرحله هست که باید رعایت بکنید. یک، اول باید فاصله‌ای که با خودرو میگیرید یک فاصله استاندارد باشه. فاصله استاندارد رو میگن چقدر؟ 45 سانت. 3 تا آینه معادل 45 سانت. نیم متر اوکیه، 40 سانت هم اوکیه. اما اگر بیشتر شد چی میشه؟ ماشین شما قطعا میره داخل جدول. وقتی فاصله شما با اون ماشین زیاد بشه، قطعا فاصله شما، ماشین شما با جدول برخورد میکنه. اگر فاصله کم بشه چی میشه؟ یک، ممکنه افسر به ما اجازه نده اصلا دوبل بزنیم. دو، موقعی که دوبل میزنیم ممکنه جلوی ماشین ما با عقب اون ماشین برخورد بکنه. و مورد سوم که از همه مهمتره، باعث میشه که دوبل ما وسط خیابون در بیاد. پس قسمت اول چیدن اون فاصله با ماشینه. قشنگ بعد کنار ماشین به صورت 40 الی 50 سانت یا 45 سانت معادل 3 تا آینه، 2 تا آینه خودمون داریم، یا آینه ما یا آینه اون ماشین و یک آینه فرضی بینمون. این فاصله ما برای پارک دوبله. حالا میخوایم دوبل رو بزنیم. بچه‌ها قسمت اول گفتم همینجور که داخل شکل میبینید لچکیه.
مشخص میکنی که چه قسمت از لچکی باید از ماشین رد بشه. ما یه لچکی داریم و یه انتهای ماشین. ببینید ما هر چی به فرض مثال اگر اینجا به چرخونم، این کنج لچکی به چرخونم، ماشین من بیشتر نزدیک به جدول میشه. اگر با این دوبل زدی دیدی ماشینت رفت داخل جدول، خیلی رفت داخل جدول، باید تقریبا تا وسط بیاریش. اگر وسط دوبل زدی و بعد دیدی که دوباره با جدول برخورد کرد، نهایتاً تا انتهای این نوار مشکی. بچه از نوار مشکی رنگ اگر خیلی رد بشه، به فرض مثال به این آرم برسه، این دوبل دیگه خراب شده، چون فاصلش تا جلو زیاد میشه. بچه‌ها به فرض مثال اینو دقت بکنید. الان میخوایم یه دوب بزنیم از این زاویه که انشالله بررسی بکنیم ببینیم به چه صورته. بچه‌ها فرمون پذیری ماشین ها با هم متفاوته. به خدا که اگر تو با یه پراید هم تمرین بکنی، بری با یه پراید دیگه امتحان بدی، نمیتونی اون روش دوبلی که مربیت بهت یاد داد و پیاده کنی. تنها راهش اینه که این قضیه رو بلد باشی. شاید یه بار شکست بخوری ولی قطعا شکست دیگه ای داخلش نیست. بچه‌ها به فرض مثال الان میخوام با این ماشین پارک دوبلی بزنم. ماشین روز آزمونمه. حالا زمانی محبت بکنید وسط لچکیتون که به چراغ رسید، فرمون اولتون رو بچرخونید. و فرمون دوم رو دقیقاً موقعی که کنج ماشین به این وسط رسید، بچرخون و بیا داخل. خب بچه تایر عقب این ماشین رفت روی جدول و ایشون مردود شد. گفتم شاید یه شکست داخلش باشه اما شکست دیگه ای اتفاق نمیفته. فرض کنیم که آزمون بعدیه. لطفاً برید دوباره کنار این ماشین وایسید. بچه اگر خوب به حرفای من دقت کرده باشید، من توی ویدیو گفتم که وسط لچکی به انتهای ماشین برسه، اما ایشون ماشینش با جدول برخورد کرد. پس باید یه مقداری بیشتر لچکی خودش رو رد بکنه. ببینید بچه‌ها انعطاف پذیری فرمان‌ها با هم متفاوته و این رو هم هیچ کس نمیتونه به یه ثبات کامل برسونه. پس این سری همونجور که داخلش شکل می‌بینید، به جای وسط باید تا انتها، تا اینجا قبل از این نوار مشکی بره و بعد فرمون اولش رو بچرخونه. لطفاً این کار رو انجام بدین. خب آقا رسیدیم به مبحث شیرین تقاطع. بررسی تقاطع با 2 تا خودروی آموزشی. از اونجایی که خودروی تیبا و ساینا فرمانپذیریشون خیلی به هم شباهت داره، تصمیم گرفتیم خودروی تیبا رو براتون بررسی کنیم و خودروی پراید رو. توی خودروی پراید کار برای شما داخل تقاطع خیلی راحته. فرمانپذیری خیلی بهتری داره، خیلی راحت‌تری. اگر یه جایی هم اشتباه بکنی قابل قبول خواهد بود و میشه درش آورد. اما تیبا یه زمانبندی خیلی خاص داره. میبایستی حتما فضا رو از دست ندی. بیایم بریم 2 تا خودرو رو با هم بررسی بکنیم تا قشنگ متوجه این قضیه تقاطع بشی و برای همیشه درس تقاطع رو بذاریم کنار. انشالله که موفق باشید. خب دوست عزیزم، ممنون از نگاه‌های زیبا. در رابطه با تقاطع اومدیم با هم دیگه صحبت بکنیم. در رابطه با تقاطع میبایست بدونید که راهنما رو باید از 100 متر عقب‌تر بزنید. از 100 متر عقب‌تر راهنمای خودتون رو میزنید، مسیر رو کنترل میکنید از طریق آینه و با رعایت حق تقدم خودتون رو در نزدیکترین خط به تقاطع قرار میدید. به آرامی به سمت تقاطع حرکت میکنید. 15 متر معادل 3 تا ماشین که به تقاطع نزدیک شدید، سرعت خودتون رو به حداقل میرسونید. با گرفتن نیش ترمز حتی میتونید دنده رو هم 1 بکنید و بعد قاب آینتون از آخرین جدول تقاطع که رد شد
فرمون خودتون رو میشکنید و به این حالت اینجا قرار میگیرید. بچه‌ها در رابطه با تقاطع 2 تا نکته بسیار حائز اهمیت. مرحله اول اینکه یه فاصله 60-70 تا جدول داشته باشید که به راحتی بتونید تقاطع رو دور بزنید. و مورد بعدی اینکه آینه یا قاب آینه شما از آخرین جدول و آخرین مانع رد بشه. اون وقته که میتونید یه دور کاملا صحیح برای روز آزمون داشته باشید. فرمون میبایست کاملا قفل شده باشه و بعد وقتی تقاطع رو کنترل کردید و خبری نبود، با دور موتور نسبتا خوب ما بین 2.5 تا 3 یا حداقل از 2 بالاتر و به آرامی کنترل کلاژ رو به عهده میگیرید، به آرامی بالا میارید و شروع به گردش میکنید. موقعی که پیش رو رد کردین دیگه احتیاجی به گاز نیست و فقط مهم زمانبندی صاف کردن فرمونه. موقعی که صاف شدید میتونید دور موتور خودتون رو افزایش بدید و سرعت خودتون رو بالا ببرید، اما سر پیچ تقاطع به هیچ عنوان گاز دادن ندارید. ممنون از نگاه‌های زیبات. خب دوست عزیزم، چند تا نکته در رابطه با این دور تقاطع با خودروی تیبا بسیار حائز اهمیته. ما در رابطه با غیر قابل انعطاف بودن فرمان‌های خودروی تیبا با هم صحبت کردیم، لذا چسبوندن ماشین شما به جدول اصلا کار درست نیست و میبایست یک فاصله قابل قبولی داشته باشه. موقعی که آینه شما از انتهای جدول رد شد، فرمان خودتون رو به صورت کامل بشکنید و توقف بکنید. بعد از اون با دور موتور کافی به آرامی کلاژ رو بالا میارین و دور خودتون رو کامل میکنین. اولین نکته این که میبایست تا 15 متر معادل 3 تا خودرو توی این خط باشین و بعد از اون راهنمای راست بزنید و خط خودتون رو عوض بکنید و وارد خط دیگه بشید. موفق باشید.